سلام بچه، اومدیم ماینکرافت بریم یه آموزش کوچیک و ساده بهتون یاد بدیم. امیدوارم که خوشتون بیاد و لایک و ساب کنید. خب بچه میریم داخل. حالا من یه سرور ساده زدم، بذارید کریتیفش کنم که حالا هر نیازی داشتیم انجام بدیم. خب ما میایم مثلا این داخل بچه یه شالکر باکس میاریم، بلاک زیرش خالی باشه. بعد 3 تا بلاک هم باید با فاصله داشته باشه، ربطی نداره چقدر فاصله داشته باشه. بعد ما میام روی شالکر باکس روش میزنیم و ما اینطوری میافتیم پایین. من حالا اینجا دیزاینش اینطوری، اینجا لپیس گذاشتم، اینجا دایمند، طلا، آهن، اینجا چیزا گذاشتم و داخل جعبهش هم که میبینید دیگه کلا پر اینجور وسایل هست. بچه اینجا می راه خروجیه که بچه اینو میدونید مثلا کجا میتونید استفاده کنید. وقتی مثلا مهمونی یا دوستاتون میان داخل این سرور، شما میتونید یه چیز اینطوری مخفی بذارید و هر چیز با ارزشی یا ارزشمندی دارید میتونید بذارید داخل چست یا مثلا تو دیواراش بذارید. بعد مثلا یه راه خروجی هم بذارید که مثلا دوستاتون دور از اون باشن و نفهمن شما مثلا مثلا از کجا در میاید و چرا اومد پایین. خب امیدوارم این آموزش خوشتون بیاد. حتما لایک و ساب کنید. خدا نگهدار.